عرض ادب دارم خدمت شما، اسطوره آسمان و مرد توانمند نیروی هوایی و عقاب آسمان ایران زمین، تیمسار سرفراز فریدون ایزدستای عزیز، همرزم والا مقام عالی جناب سپهبد نادر جهانبانی. ما در خدمت شما هستیم. قرار بود قبل از شما یک هنرمندی بیان، یکی از فرزندان همرزمانتون، و انشالله در پارت بعدی در خدمتشون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید، شما شروع بفرمایید لطفاً. من اول اجازه میخوام که ضمن درود به خود شما و درود به روان پاک تمام شهدای راه میهن برنامه رو به این ترتیب شروع بکنم که امروز من یک کلیپ خیلی قشنگی با یک خط خیلی زیبایی یکی از دوستان برای من فرستاده بود، به این مضمون که نوشته بود امروز روز پنجشنبه است و روز شاد کردن دلهای کسانی است که در زیر خاک نهفتند. من انقدر تحت تاثیر این کلیپ قرار گرفتم، دیدم چه اتفاقی و چه یک کوئینسیدنت قشنگی. ما امروز همچین برنامه قرار بود که واقعا تقدیم بکنیم به روح روان بزرگ مرد تاریخ هواپیمایی جهان تیمسار سپهبد جهانبانی. یه همچین کلیپی هم برای ما فرستادن که ما واقعا باید دل ایشون رو شاد بکنیم اگر بتوانیم. من یاد مادرم افتادم که آغوش گرم مادرم رو هنوز احساس میکنم. سالها گذشته و این منو به این فکر میندازه که مادر من امروز وطن منه. ما میگیم مام میهن. من هنوز که هنوزه الان نزدیک 40 سال از ایران دورم، ولی هر جای دنیا که بوده در هر لحظه ای خودم رو تو ایران احساس کردم. هرگز احساس نکردم که خارج از ایرانم. زیبایی هم اگه جایی بود اصلا نمیدیدم من اون زیبایی ها رو و همش مقایسه میکردم با نوشهر و چالوس و همش اونجاها. الان سالها از دست دادن پدرم میگذره، ولی هنوز من اون توان و قدرت مردانگی پدرم رو روی گردنم احساس میکنم. جهانبانی پدر من بود. من آن چیزی رو که از جهانبانی آموختم 10% رو از پدرم نیاموخته بودم. تیمسار سپهبد جهانبانی با نگاه با ما حرف میزد. ما وقتی که چشمش به چشم ما میافتاد میفهمیدیم که کجا اشتباه کردیم و کدام راهی رو اشتباه رفتیم. جهانبانی یک آدم معمولی نبود. با توجه به اون کلیپی که گفتم براتون فرستادم که واقعا دل اونو میخوام شاد بکنم، فکر کردم که من بهتره که یک خاطره ای از تیمسار جهانبانی بگم و ازش نتیجه گیری بکنم. و اون خاطره ای که از سانحه هواپیمای 86 که با ایشون داشتم تا سال 1348 در تیم آکروجت ما دوتایی خوردیم به هم. یعنی البته من خوردم هواپیمای ایشون که حالا میخوام تشریح کنم براتون که چطور شد این حالت اتفاق افتاد. معمولا بچه هایی که با ما بودن تو تیم آکروجت الان خوشبختانه انشالله که هر جا هستن خدا من طول عمر بهشون بده. آقای رجبیان، جواد رجبیان، سیاوش مکفی، محمود ایمانیان، اصغر ابریشمیان، اینا همشون در قید حیاتن و همشون با افتخار ایرانی بودن دارن هر جای دنیا هستن دارن زندگی میکنن. ما افتخاراتمون ایرانی بودنه. میدونن من چی دارم میگم. اون روزو همه یادشونه. یعنی ما واقعا میتونست اون اتفاقی که افتاد خیلی یا حالت دیزاستر پیدا کنه. میتونست که هممون الان اینجا نباشیم، ولی خوشبختانه هستیم و این توفیق رو پیدا کردیم که خیلی از ما
در جنگ هم شرکت کردیم. اون احساسی که من دارم، اون چیزی که الان میخوام بازگو کنم، اون خاطرمو که میخوام بازگو کنم، این احساس رو به من میده که من امروز اصلا الان تو بال تیمسار جهانبانی دارم پرواز میکنم. داستان به این ترتیب بود که من موقعی که تو تیم پرواز میکردیم موقعیت شماره 3 پرواز میکردم. دوست عزیز و همکار من آقای رجبیان، جواد رجبیان، ایشون در موقعیت شماره 2 پرواز میکرد. وقتی که یک از اشکال کوچیکی که ما داشتیم، از حالت تریل به دایموند که میرفتیم باید میرفت برای لوپ. موقعی که در حالت اوجگیری داره میکنه اون قسمتی از لوپ، ما اون موقع باید تو دوم بودیم، یعنی تو تریل بودیم. یه جای از لوپ ایشون کال میکرد که تریل به دایموند موو. اون موقعی که موو میگفت ما باید درست تاپ لوپ قرار گرفته بودیم و موقعیتمون رو از حالت رده در دوم میوردیم تو حالت وینگ راست. رجبیان باید میرفت وینگ راستش، من باید میوردم وینگ چپش. حالا این فاصله بین من و شماره 2 باید من اول این فاصله رو کم میکردم که با شماره 2 میومدم جلوتر، بعد ایشون اسلاید میکرد میرفت رو بال راست و منم باید اسلاید میکردم میومدم به بال چپ و همزمان در تاپ لوپ هر دومون میشدیم دایموند. ابریشمیان هم شماره 4 بود، اینم باید با ما موو میکرد میومد شماره 4 تو تریل قرار میگرفت. من تو این دو نفر کارشون درست انجام میداد. من همیشه به رجبیان میگفتم که به شماره 2 میگفتم شما یه خورده کنتر بیا، بذار من برسم با همزمان برسیم. یه روزی این به گوش تیمسار رسید و من گفت که شنیدم که تو یه همچین کنسه‌ای دادی. گفتم تیمسار ما یه صحبت دوستانه‌ای با هم کردیم. گفت اولا این صحبت دوستانه نیست، این خیلی تخصصیه و بعدم اون داره کارشو درست میکنه، تو باید اشکالاتو برطرف بکنی. گفتم خب تیمسار من سعی خودم رو میکنم. یکی از راهایی هم که به نظرم رسید این بود که با ایشون هم یه هماهنگی بکنم. گفتم به خودم هماهنگ کردی، شما تنها کاری که میکنی با من باید هماهنگی کنی و اون اینه که من با 97% لوپ میزنم. هواپیما 86 بچه‌هایی که پریدن میدونن تازه با 100% هم زورکی لوپ میزنن. چه برسه مثلا F5 نبود که، یه هواپیما یه خود قدیمی تری بود دیگه به هر حال، ولی خب هواپیما روز دنیا بود اون موقع. هواپیما که بود تو جنگ جهان، تو جنگ کره شرکت کرده بود اینها. و من گفت من با 97% لوپ میزنم. اگر این 3% برای تو 3% کافی هست یا کافی نیست که باهاش بازی کنی؟ گفتم تیمسار بعد 3% کافیه. گفت پس اگر ازش استفاده نمی کنی یا 3% برات کافی نیست یا 3% رو به موقع ازش استفاده نمی کنی. ولی حالا که داری میگی کافیه، بنابراین یه جای مغزت یه خود اشکال داره در این مورد، حالا باید اینو درستش بکنی. این یکی از به اصطلاح بریفینگ هایی بود که خب من تو یک اشکالی که بود تو تیم باید برطرف میکردیم. از اون ور قضیه تیمسار سرلشکر مهدی روحانی هم از اساطیری بود که از پایین از روی زمین این سوپر ایمپوز بودن ما رو اجاست میکرد. ایشون هم این ایراد رو دیده بود، با اون هر کاری که تیمسار جهانبانی میگفت هماهنگ بود. بنابراین این وسط اشکال من بود. رجبیان که کارش رو درست انجام میدادن، حالا مونده بودیم ما این وسط. من برای خودم گفتم که من که میگم 3% درست کافیه برام، ولی باید چی کار بکنم؟ برای خودم تصمیم گرفتم که ایشون از زمانی که میگه تریل به دایموند که ما آماده میشیم که این موومنت رو انجام بدیم، یه مکس میکنه بعدش میگه موو، من 2 تا کار بکنم. یا اینکه همون موقعی که ایشون میگه تریل به دایموند من موتورم رو یواش یواش برم جلوتر
یا اینکه صبر بکنم وقتی که میگه موو یه دفعه بذارم 100%. من خودم تصمیم گرفتم که این کارو بکنم. به محض که ایشون میگه تریل به دایموند ما آماده میشیم برای دایموند رفتن، حالا وقتی که میگه موو من برم 100% همین کارم کردم. رفتیم توی پرواز و ایشون تا حالا راه مختلف انجام دادیم و تمریناتمون انجام شده به اون مرحله رسید که بریم برای تریل به دایموند. کار کرد که تریل به دایموند. حالا همه آماده ایم که ایشون میندازه سرعت رو زیاد بکنه و موتورش هم میکشه عقب. اون 3% هم به ما میده با 97% میخواد لوپ بزنه با 86. با همه آماده رفتیم برای لوپ. هنوز داریم کلایب میکنیم، سربالایی داریم میریم. به محضی که گفت موو من موتورم گذاشتم 100%. رو تاپ لوپ سر جامون بودیم، رسیدیم به اونجا. منتها اونجایی که باید موتور رو میگرفتم عقب، حالا اون 2-3% که باید موتور رو میگرفتم ازش که سر جام وایسم کافی نبود. موتور رو آوردم عقب. حالا اگه بیشتر می‌آوردم عقب که اون عقبیه اون شماره 4 میزد بهم. بالاخره دیگه نفهمیدم که چی شد، چی کار کردم که هواپیمای من استاپ کرد. نه که استاپ بکنه، سرعتم ریت آف کلوزرم کم شد، ولی از روی هواپیمای تیمسار رد شدم. تمام آکروجت به هم ریخت، یعنی تمام این 5-6 نفر همه جای آسمان پخش پلا شدیم و من و تیمسار خوردیم به هم دیگه. حالا برای یک مدت، برای یک چند لحظه، یک سکوت مرگبار، نمیدونم آنچنانی این دنیا رو، این آسمان رو فرا گرفت. هممون منتظر بودیم که یک کسی یه جایی حرف بزنه که تیمسار جهانبانی صداش اومد. اولین حرفی که زد گفت ایزت تا هواپیما چجوریه؟ وضعت چیه؟ وضعت رو به من بگو. گفتم تیمسار هواپیما من فرامینم یه خود سفته ولی قابل کنترله. گفت گود، پس برو بشین. من پرسیدم که تیمسار هواپیمای شما وضعش چجوریه؟ گفت به من و هواپیمای من کاری نداشته باش، الان فقط کانسنتریت کن که بری این هواپیما رو بذاری زمین. چرخات که رو زمین رسید حالا به من خبر بده. ما خیالمون راحت. بعد گفت که گلدن کراون چکین. حالا باید شماره 2 میخواست خاطر جمع بشه که اونای دیگه کجا. یه چکین معمولی کرد. خب من خودم که شماره 3 بودم، 2 4 5 6 همه چک کردن. خاطر جمع شد همه موقعیت اوکیه. همه چک کردن که هواپیماشون اوکیه و قابل نشستنه، یعنی صدمه ندیدن. خب بنابراین این خیال هم من هم ایشون همه راحت شد که الحمدلله هممون سالمیم. بعد به یکی یکی گفت که حالا تو برو شماره 3 رو فرستاد، شماره 2 رو فرستاد. من خودم که شماره 3 بودم، من که قبل فرستاده بود برای نشستن، به ترتیب رفتیم و هممون نشستیم. خودش آخرین نفری بود که داشت می اومد برای نشستن. حالا گفت که از برج پرسید که تو کاروان کیه. میخواست ببینه که از بچه ها، از اساتیدی که تو کاروانن کی خبردار شده کی نشده اینا. و خب یه اتفاقی افتاده بود که در حقیقت همه نیروی هوایی همون لحظه خبردار شده بودن، چون مسئله تیمسار جهانبانی مسئله نیروی هوایی بود. بعد برج مراقبت گفت که جناب سرهنگ مهرمند در کاروان هستن. دیگه خیالش راحت شد که تیمسار مهرمند در کاروانه. حالا ما هم رفتیم نشستیم و تو رمپ پارک کردیم، سر از هواپیما اومدن پایین و حالا من همش دلم شروع میزنه که حالا چه اپروچی جهانبانی با من خواهد داشت. به هر حال اومد و خیلی واقعا با مهارت خاص، چون هواپیماش دراپ تانک من خورده بود، یه تیکه ازش جدا شده بود، خورده بود به زیر به اصطلاح هوریزونتال استابیلایزرم و دراپ تانک من روی ورتیکال استابیلایزر ایشون خورده بود. نتیجتاً سکان افقی، سکان عمودی و سکان عمودیش با هم دیگه تقریبا لاک شده بود. یعنی فرامینی که موو میکرد هر دوتا سکان با هم حرکت میکرد. منم وقتی که میخواستم ایلران رو ازش استفاده بکنم خیلی مشکل بود، برای اینکه چیز خورده بود به ایلران.
به طریق اومدیم نشستیم و ایشون هم با مهارت خاصی واقعا یک استریت این اپروچ کرد، چون هواپیماش تو بانک نمیرفت که بتونه بانک بذاره و کنترل کنه اینا. اومد یه استریت این اپروچ، حالا همه وایساده بودیم تو بان تماشا میکردیم، اومد با یه حالت درگین خلاصه نشست تو بان که دیگه همه یک نفس راحتی کشیدیم و اومدیم اونجایی که تیمسار میخواست پارک بکنه. ایشون نرفت توی اون لاین چیزی که معمولا پارک میکنه، اومد بغل هواپیمای من پارک کرد. از هواپیما اومد پایین و حالا ما اونجا همه وایسادیم، بچه هم وایسادن که ایشون چه عکس العملی داره و چیکار میخواد بکنه. اول کاری که کرد از هواپیما که اومد به سمت هواپیمای من، دستش انداخت رو شونه من، گفت بریم هواپیمات ببینیم چی شده. حالا من اصلا دیگه باور نمیکردم، مثلا اگه شما بگی کوچکترین صحبتی کرد، چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی، چه جوری شد، توضیحی بخواد، اصلا مثل که مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا درست منو مثل بچهش بغل کرده، داریم میریم پای هواپیما. رفتیم پای هواپیما، نگاه کرده و دید که بله این دمج واقعا خیلی دمج شده بود، هم سکان افقی هم سکان عمودیش. گفت خب هواپیمای تو که طوریش نشده، یه دراپ تانک میخواد و حالا یه پایلانش هم، حالا یه ایلرانش هم یه تیکه یه چیزی خورده بهش، خب بنابراین حالا در این فاصله فرمانده گردان نگهداری که جناب سرگرد نوری باشه، ایشون هم رسید پای هواپیما و داره گوش میده، هیچ هم هیچ صحبتی نمیکنه، فقط تیمسار جهانبانی. گفت خب حالا بریم هواپیمای منو نگاه بکنیم. اومدیم پای هواپیما، دیدیم که خب بله هواپیمایشون خیلی دمیج بیشتری شده و سکان افقی و سکان عمودی و هر دو اشکال پیدا کردن. بعد برگشت به جناب سرگرد نوری، اون موقع سرگرد بود، تیمسار شدن، الان در قید حیات هستن، ایشالا که صحبت منو بشنون. برگشت گفت که خب جناب سرگرد شما نظرت چیه؟ جناب سرگرد نوری گفت که خب تیمسار هواپیما که خیلی خراب شده که شکی درش نیست، حالا ما باید ببینیم که این چجوری باید درستش کرد، آیا درست شدنیه، آیا باید چیز کنیم، ولی من فکر میکنم که این هواپیمای شما رو جایگزین بکنیم، یه هواپیمای دیگه در اختیار شما بذاریم، چون هواپیمامون رنگ بود و اسممون نوشته بود و هواپیما دیگه آپروژه شما میذاریم دیگه. خب این کارا رو بدیم بکنه، هواپیما شما رو عوض بکنیم و یه هواپیما دیگه به شما بدیم. و بعد تنها تغییری هم که از نظر چیز به هواپیما داده بودن، 2 آینه اضافه کرده بودن داخل کابین که ایشون میشست. حالا هواپیما 86 یه دونه آینه کوچولو مثلا ماشینای قدیمی اون بالا داشت، ولی هواپیما ایشون رو 3 آینه گذاشته بودن که میگفت من پانوراما میبینم شما رو، یعنی همه رو میدید که کجا داریم، موومنتامون همه رو میدید، یعنی همه تیم رو تو آینه‌اش میدید. بعد برگشت گفت که خب جناب سرگرد این نظر شما چیه؟ گفت که اینجوریه و حالا ما فکر کنم شما هواپیمای شما رو عوض بکنیم یا هواپیمای دیگه در اختیارتون بدیم. همه حرفاش خیلی خوب که گوش کرد، برگشت گفت که جناب سرگرد من و ایزد ستار این 2 هواپیمای خودمونو فردا همین موقع میخوایم پرواز کنیم. به به. ماشینش رو سوار شد رفت دیگه، نه با من اصلا تندی بکنه، پرخاشی بکنه، نه با کسی دیگه ای هیچ صحبتی بکنه، فقط یه هلو هاوری و بچه ها به تیم میگفت و مطابق معمول انگاری که هیچ اتفاقی نیفتاده رفت. من روی کریاسیتی رفتم پیش جان سرگرد نوری، گفتم جان سرگرد حالا what next؟ گفت حالا نمیدونم، والا در حال تیمسار گفته باید بریم ساین خودمون رو باید بکنیم، چاره دیگه نداریم، بریم گردان ببینیم. من رفتم ببینم چیکار میخواد بکنه. رفت همه گردان نگهداری رو جمع کرد، به تمام شعبات گفت آقا رؤسای شعبات بیان و اینها، یک سخنرانی مبسوطی که گفت خلاصه اگر که این هواپیما تا فردا این موقع درست نشه، من نمیدونم که ما باید اصلا از این پایگاه بریم یا باید چیکار بکنیم، باید بریم اصلا یه شغل دیگه پیدا کنیم یا اینکه بالاخره تو این پایگاه میمونیم. گردان نگهداری به شما سرتو در نیارم، در حدود 27 نفر تا صبح روی این هواپیماها کار کردن. ساعت حدود ظهر بود به من تلفن کرد، گفت که هواپیمای تو برای پرواز آزمایشی حاضره.
گفتم وضع هواپیمای تیمسار چطوریه؟ گفت اون هنوز حاضر نشده، ولی اونم بالاخره تا ساعت 3-4 بعد از ظهر باید حاضرش کنیم. ما خوشحال شدیم. بعد من اومدم با بچه ها خودمون صحبت کردیم و گفتیم به تیمسار این خبر بدیم ندیم. اینا بالاخره رفتیم به رئیس عملیات تیمسار مرمن بود، گفتیم جناب سرکار این هواپیما الان وضعش اینجوریه. ایشون هم به تیمسار جهانبانی گفت و خلاصه خیلی خوشحالم، everybody خوشحال دیگه. هواپیما ایشون هم حاضر شد. بعد گفت من هواپیمای خودم پرواز آزمایشی میکنم. ایزدستان هواپیمای خودش رو خودش پرواز آزمایشی میکنه. این کارم انجام شد. میخوام از این نتیجه رو بگیرم واقعا که حالا در مورد لیدری، فرماندهی، هر چی میخواین اسمشو بذارین، من نمیدونم چه جوری میخواین اینو تشریح بکنین. اون جملهشو میخوام یادتون بیاد، یاد خودم بیاد، که گفت آن چیزی رو که دارین به موقع ازش استفاده بکنین که اگر اون چیز رو از دست بدین حالا دیگه گریه کردن و افسوس خوردن و پشیمون شدن و اینا دیگه به دردتون، یعنی کاری براتون انجام نمیده. اگه تا صبح قیامت هم بشینین گریه بکنین به دردتون نمیخوره. نه اون اگر کس از دست دادین، میخواد پدرتون باشه، میخواد مادرتون باشه، اگر اون زمانی که باید ازش تیکر بکنین که بعدها پشیمون نشین. ولی اگر هم از دست دادین دیگه اون گریه‌زاری و اینا به دردتون، کاری براتون انجام نمیده. این واقعا باید روش فکر کرد. من اینکه گفتم هنوز اون آغوش گرم مادرم رو احساس میکنم. یکی از چیزهایی رو که گاهی وقتی میرم به سمت به اصطلاح چی میگن پشیمانی، میگم نکنه من در مورد خدمت به مادرم یه جایی کوتاهی کرده باشم. اگر یه ناراحتی پیدا کنم اینه. یه موقع فکر میکنم که نکنه من نسبت به میهنم یه جایی کوتاهی کرده باشم، اون ناراحتم میکنه. بنابراین آن چیزی رو که داریم باید قدرش رو بدونیم. حالا اگه ماشینتون رو دوست دارین خوب ازش نگهداری کنین، اگه رفیقتون رو دوست دارین خوب ازش نگهداری کنین، پدرتونه، مادرتونه. میخوام آخر سر این نتیجه رو بگیرم. ماییم و مام میهنمون، بهش میگیم مادر وطن. اگر ازش نگهداری کردیم به موقع و خوب کردیم، اگر نکردیم دیگه باید کی رو بلیم کنیم؟ کسی رو بلیم. اگر هم انتظار داریم که یک کسی دیگه بیاد مادر منو برای من نگهداری بکنه، اون کس پیدا نخواهد شد. نشستیم که بیاد نمیدونم کشورهای دیگه کمک بکنن. همون کاری که شما دیدیم ما در زمان جنگ کدوم کشور اومد به ما کمک کرد؟ من تو یه جایی همین روز پیش میخوندم که مقایسه کرده بود نیروی هوایی ایران رو با نیروی هوایی عراق 1:18. من گشتم اون آدم رو پیدا کردم، گفتم آقا این عدد رو تو از کجا آوردی؟ ما یه همچی احساسی داشتیم در زمان جنگ، ولی این رقم رو از کجا در آوردی؟ که گفت حالا مثلا یا تیم سال یا نمیدونم فلان یه خورده شروع کرد صحبت کردم، من اینو حالا میگردم مأخذش رو پیدا میکنم. خیلی دلم میخواست ببینم این به حال همینطوری که نمیشه یه نفر بیاد یه رقمی از خودش در بیاره. اینو روی فضای مجازی گذاشته بود که یک مقایسه این دوتا ارتش رو با هم کرده بود، این دوتا نیرو هوایی رو با هم کرده بود و یک بیزه. حالا به حالیشون هنوز دنبالش داره میگرده که اینو پیدا کنه. منظورم اینه که ما این احساس رو کردیم. در مقابل یک کشور نبودیم، ما در مقابل یک دنیا داشتیم میجنگیدیم با یک امکانات محدود. سعیمون هم بر این بود که از این امکانات محدود با توجه به دانشی که داریم، خلبانمون که دیگه اصلا من فکر میکنم تو دنیا هر جا میری صحبت خلبانای ایرانیه، F-14 یه جور، F-5 یه جور، اینها بر میگرده باز آخر سر به اون آموزش هامون
باز برمیگردیم به فرمانده هامون، تیمسار جهانبانی، آقایونی که الان دارن صحبت منو میشنون. ایشون در اون کارهایی رو که تو نیرو هوایی در زنده بودنش کرد در زمان جنگ به درد ما خورد. اگر نکرده بودیم گرفتار بودیم. تیمسار جهانبانی بنیانگذار مسابقات تیراندازی بین خلبان‌ها بود. این کامپیتیشن رو بین خلبان‌ها جهانبانی به وجود آورد. کامپیتیشن بین خلبان، شما می‌بینید دو تا تیم وقتی میخوان به بهترین نوع جایشون برسن، شکوفایی، دو تا تیم فوتبال با هم بازی میکنن، آخر سر اینا میرن کامپیت میکنن با تیم‌های دیگه. ما اعضای تیممون که به همه فرمانده هامون اساتیدمون، من وقتی که میام میشینم جلوی دوربین شما احساساتی میشم، اسم از اساتید من آقای قیدیان، آقای هوشیار، آقای اینا میفته، من اصلا یه دفعه میرم توی یه خاطراتی که ببینم چی از کیا یاد گرفتیم ما. این کامپیتیشن گانری رو بنیانگذارش در نیروی هوایی تیمسار سپهبد جهانبانی بود ولا غیره. کسی دیگه اگر ادعایی داره الان بیاد برای من کامنت بده. کجاش به درد ما نخورد؟ ما 8 فرمند هواپیما فرستادیم به جای 192 فرمند هواپیما. آقایون با 192 فرمند به ما حمله کردن، ما با 8 فرمند هواپیما جوابشو دادیم. آقای ابن یمین، آقای پوررضایی، اینا هستن. اینا کارهایی که کردن این نتیجه اون درایت اساتیدی مثل تیمسار جهانبانی بود که این کامپیتیشن رو بین خلبان‌ها به وجود آورد. مسابقه رو هم میدادن، هر کی بهتر میشد یه دونه ساعت رولکس بهش میدادن. البته اون ساعت رولکس ما هیچ وقت نگرفتیم، ولی خب خیلی ها گرفتن. توجه میکنیم؟ تیم گانری رو، کامپیتیشن گانری رو در گردان نگهداری، لودینگ و تیمسار جهانبانی بنیانگذاری کرد. الفباشو ایشون نوشت. چه کسی میخواد امروز ادعا کنه که این کار کرده؟ صدای من خیلی ها ممکنه الان دارم میشنون. اگر غیر از این هست بیان برای من کامنت بذارید اینجا. اساتید شما الان داریم، بچه ها همه یادشونه، امثال آقای نمکی و بنزاله که میان کتاب ها نوشتن، هنوزم در مورد جهانبانی بنویسن کمه. حالا ها بنویسن کمه. من یک خاطره دیگه میخوام از جهانبانی بگم و وقت شما رو بذارم در اختیار کسایی که مطالب بهتر از اینی که نمیتونن داشته باشن، چون در مورد جهانبانی هیچ مطلبی بهتر از اون نیست بخواد کسی صحبت بکنه. یک بارندگی خیلی عجیب غریبی شد در پایگاه وحدتی اون موقع که من اونجا خدمت میکردم. نمیدونم، من رئیس یه نواختی پایگاه بودم یا تو گردان بودم، به هر حال یه چیز حدود معلمی و اینها بودم. در عملیات چه سالی میدادیم. الان وقتمون اجازه میده شاید 5 دقیقه اینا، یا اینکه نه میگم چه سالی، سالش هم اگه میشه سالش بفهم. درست دقیقا یادم نیست، فکر میکنم همون حدود 1947 یه چیزی. تازه اولی بود که تیمسار جهانبانی اومده بود توی پایگاه. حالا درست من یادم نیست که سال 47 46 که نبود، احتمالا 47 یا اوایل 48 بود. یک بارون شدیدی اومد، پایگاه سایت دهلوران در غرب پایگاه دسفول قرار داشت و از پایگاه دسفول یک راهی بود که میرفت به این سایت دهلوران. سایت دهلوران از پایگاه وحدتی تغذیه میشد، از روی یه رودخونه کرد میشد که یه موقع بارندگی میشد، این رودخونه کرده در حقیقت آب که طغیان میکرد میومد روی رودخونه، یعنی میومد روی جاده، ارتباطمون با پایگاه قطع میشد. یک باران آنچنانی اومد و یک همچین اتفاقی افتاد و خلاصه این پل و یه مقداریشو آب برد و اینها. اون برای رودخونه کرخی، یعنی غرب رودخونه کرخی، یه ده مونده بودن. گفتم خدایا چیکار نکنم. اومدیم فکر کردیم رئیس عملیات پیدا نکردیم. اون موقع بعد از سرویس اداری یکی از عملیات شیفت میدادیم که بودیم تا مثلا
آخر شب یا به حال هر زمانی که الان درست یادم نیست تا چه زمانی توی عملیات یه نفر بود همیشه. ساعت اداری که تموم شد که همه میرفتن، حالا رئیس عملیات بود، نمیدونم رئیس یا نواختی بود، افسر سیفتی بود، اینا هر کدوم به نوبت یه شیفت دادیم. اون شب احتمالاً شیفت من بود. اومدیم گفتیم چیکار کنیم. یکی از بچهای هلیکوپتر رو خواستم، گفتم آقا با هلیکوپتر میتونی شما یه همچین کاری بکنی؟ نزدیک غروبه. گفت جام سنن اگر اونجا اونور بتونن بیان با ماشینشون با ماشیناشون یه جوری به من راهنمایی بکنن که یه جایی رو یه پدی رو به من نشون بدن، من میتونم برم این کارو بکنم. خوشحال شدیم. با رئیس عملیات چک کردیم که ما میخوایم آذوقه برسونیم و احتمالا 18 نفرم شیفت عوض بکنن توی سایت دلوران. ماشین نمیتونه بره، با هلیکوپتر این کارو بکنیم. گفتن بکنیم. هلیکوپتر رو فرستادیم رفت. آقا این حسن کاویانی صدفان یک بود اگه اشتباه نکنم و هم دوره های ما بود. رفت اون برو رودخونه رو کار به اصطلاح قطع کرد و مأموریتش رو انجام داد. در مراجعت سانحه داد. خلاصه در سرتون نداد. به ما خبر دادن که از سایت خبر دادن که این هواپیمای هلیکوپتر سانحه داده و احتیاج به کمک داره. خب حالا ما دیگه چه کمکی بریم میتونیم بکنیم؟ هر چی فکر کردیم این برنامه بکنیم، چیکار بکنیم چیکار نکنیم، ماشین بفرستیم، نمیدونم قایق بگیریم، از این جمینای نیرو دریایی بیاریم، از این کارا بکنیم. بالاخره یه کاری کردیم. آخر سر به نظر من رسید هر کدوم اینا رفتن کار انجام نشد. یعنی نه این آب انقدر زیاد بود که نمیتونستن این قایقای بادی که بهش میگفتیم جمینی مال نیرو دریایی نمیتونستن از این رودخونه رد شن. به فکرم رسید که از نیروی دریایی کمک بگیریم، هاورکرافت چیز بکنیم. گفتم که خب حالا من که نمیتونم این کارو بکنم. گشتم تیم‌ها مهمند رو پیدا نکردم. مثلا حالا شده بود شب ساعت 9 شب یا همچین موقع از اون برم هلیکوپتر به هر سوخته بود. خدا بیامرزه کاویانی تمام بدنش سوخته و اون ور مثلا غرب رودخونه که آخر تو سایت خوابیده بود که ما کمک برسیم. تلفن کردم به تیمسار جهانبانی. گفتم که تیمسار یه همچی وضعیه. خیلی راحت مثل این که اتفاقی نیفتاده. گفت حالا برای چی به من تلفن داری میکنی؟ من اومدم جواب بدم. خودش کارم راحت کرد چون واقعا نمیدونستم چی بهش بگم. من میخواستم به تیمسار جهانبانی بگم میخوام یه همچین ریکوست از نیرو دریایی بکنم. حالا شما مثلا اجازه میدین ما با نیرو دریایی تماس بگیریم؟ به هر حال یعنی فرمانده پایگاه بود دیگه. حالا ما یه فرمانده پایگاه داشتیم آقای قندهاری ولی همه کار جهانبانی بود. گفت خب حالا برای چی به من تلفن میکنی؟ جهت اطلاع داری تلفن میکنی یا اقدامی میخوای من بکنم؟ من فوری دوزاریم افتاد که یه جای کانورسیشن هم ایراد داره. تا یه خورده مکس کردم خودش همش منتظر بودم یه چیزی بگه. دیدم هیچی نگفت. فهمیدم که من یه جای کارم گیر داره. همین دوتا کلمه رو به من گفت و قطع کرد تلفنم که آقا برای من جهت اطلاع داری میگی یا میخوای من اقدامی بکنم برای تو؟ من فهمیدم که من یه کاری باید میکردم نکردم. حالا دیگه دوباره باش تلفن کردنم نداره. توی این فاصله گفتم من تلفن میکنم به نیرو دریایی دیگه. حالا هر چی میخواد بشه دیگه. فوقش میگم هم میگن چرا ما اجازه نگرفتیم. برداشتیم تلفن و نیرو دریایی. اونجا به حال افسر نگهبانش رو پیدا کردیم و این داستان رو به این صورت گفتیم که حالا تقاضاتون. گفت Jiminy is on the way. گفتم کی همچین درخواستی کرده؟ جیمی از کجا شما فهمیدین اینو؟ گفت تیمسار جهانبانی دستورش رو دادن و جیمینی should be there مثلا in about 5-10 minutes. خب حالا این چه کانفیدنسی به شما یه افسر نگهبان وقت عملیات میدی؟ توجه میکنی؟ خوشبختانه اون کاری که ایشون کرده بود به فکر من رسیده بود ولی به فاصله یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه میخوام
سیستم فرماندهی کردن و سیستم چیز یاد گرفتن و راجع به اساطیر ما اینا رو بگم. هر چیزی در مورد جهانبانی هزارها خاطره است. همه زندگی ما در پایگاه وحدتی بعد اومدن ایشون خاطره است. بنابراین من واقعا چیزی ندارم بگم. اگر کسی چیز هست من حاضرم، اگر سوالی چیزی به نظر کسی میرسه، من تا صبح بخوام اینجا بشینم. من در مورد تیمسار جهانبانی همین گفتم، اینا همیشه در مورد تیمسار جهانبانی باید کتاب ها نوشت. ایشون یک نفر نبود، یک لشکر بود، یک سپاه بود، یک سپهبد نبود. ما یک بار این جمله رو من گفتم، یک بار دیگه هم میگم، بیشون برای ما مراد بود و ما مریدان ایشون هستیم، هنوزم هستیم. در خدمت شما هستم. قربونتون برم. اولا سپاسگزارم به خاطر این دوتا خاطره ناب در واقع بکر که من بار اولی هست. برای بار اول دوتا خاطره تعریف کردید که هر کدوم از اینا واقعا خودش کتابه. که فرمودید یکی راجع به همون سانحه که خب من خودم خلبانم. اول چیزی که ببخشید من به عنوان شاگرد شما، اگر من با شما پرواز کنم، اصلا یه پرواز فرمیشن معمولی، و اگر که شما اون بالا به من کانفیدنس ندی، برگشت من رو زمین دچار مخاطره میشه و من کافیه تنس بشم، کافیه خودمو ببازم و از لحظه اون به هر حال اکسیدنت، از لحظه اون برخورد به اون کلوژنی که اتفاق افتاد، خب اجتناب ناپذیره. منم توی بال با دوستم لوپ زدم، نروس بودم از این که خب تو تاپ یهویی من مثلا گیواب نکنم. خب هم بده هم زشته، همین که باید تو تا، ولی این که واقعا دارم حس میکنم شما چند فروند با هم دیگه دارید این کار انجام میدید و اون جناب جهانبانی هم حواسش به بقیه تیم بود و هم به شما. خب خیلی خیلی واقعا به ما درس دادید با این، هم به جوانای خلبانی که الان دارن پرواز میکنن، کسایی که لیدر 2 هستن، لیدر 3 هستن و تو بالشون دارن خلبانا رو میبرن و پرواز میکنن. این یه نوع وینگمن کانسیدریشن از روی هوا تا روی زمین، به جز این که واقعا این اتفاق خیلی خیلی واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم. به خدا اینو جدی دارم میگم، من ارادتم به ایشون داره صد چندان میشه. جناب ایزدستا، راجع به جناب جهانبانی خب قطعا صحبت زیاد هست و میدونم شما خاطرات بیشتری هم دارید و من میخواستم خواهش کنم اگر که دوستان تمایل داشتن شما دوباره تشریف بیارید بالا، این افتخار رو بدید که الان باشین تو لایف که هم رزمانتون صحبت بکنن و شما مجددا اگر که یک استراحت کوتاهی بفرمایید و دوباره بیاین و ما رو مهمون یکی دیگه از این خاطرات نابتون بکنید، چون کتاب ها قرار از همین جا نوشته بشه دیگه، از همین جایی که شما دارید صحبت میکنید. من توی لایف خودم دوست دارم هم قیافه خوشتیپ شما رو ببینم و همین که این کامنت های بچه هایی که اینجا دارن می نویسن ببینم هستن، ولی واقعا مطلب خاصی من برای گفتن ندارم مگر اینکه حالا چیزی پیش بیاد. من هستم رو لایف هستم. چشم. پس اگر چیزی پیش اومد و سوالی بود و صحبتی دوستان کردن که نیاز بود که حضرت علی بیاین بالا، لطفاً فقط یه کامنت بذارید که من شما رو یا به بچه‌های گروه بگید ایرداد پایلوت، سریع به من اطلاع میدن و من در خدمت شما هستم. من هستم در خدمت. قربونتون برم. من میخوام این لایوی که یعنی این قسمت دوم که الان بیش از نزدیک 900 نفر شما رو داشتن میدیدن و این رقم ها توی این روزا خیلی برای من قابل واقعا غروره و خیلی غرور آفرینه. الان پسر فخر آسمان، شکارچی بزرگ آسمان، تیمسار جلیل زندی دارن میان بالا و یک قطعه رو میخوان به شما و تمام همرزمانتون و به استاد تمام
خلبانان جناب تیمسار جهانبانی عزیز تقدیم بکنن. انشالله باشین و من ببینید. افتخار میکنم به ایشون و افتخار میکنم به پدر ایشون. زندی برای ما همیشه زنده است. ایشون از خلبانای گردان من بود. ما با هم توی یک گردان خدمت میکردیم. بله. ای جان. پس خاطرم دارید از زندی. انشالله یه شبی باید تشریف بیارید راجع به ایشون هم صحبت بکنید. اگر راجع به و شما این پریودی که در زمان جنگ و حال اونجا تو گروه طرح بودم، من اگر راجع به خلبانای نیروی هوایی بخوام دونه دونهشون چیز بنویسم، خدا شاهده اگر توان اینو داشتم میکردم این کارو. واقعا در مورد هر کدومشون میشه یک کتاب نوشت. حالا من اگه باز اسمشون رو بخوام بیارن، باز میگن آقا شما نمیدونم. هر کدومشون رو بخوای اسمشون رو بیاری، باید براشون یک کتاب نوشت. اینو دنیا کرده این کار. فقط خودمون اون کسایی که الان هستن، من دلم میخواد که اون کسایی که حداقل زنده هستن الان تو ایران بهشون برسن. یه خلبانی که در زمان جنگ بوده، واقعا خدمت کرده، این همون برمیگرده به اون صحبتایی که هستن. اون چیزی که داریم نه بر مرده بر زنده باید گریست. این در دلمون رو باز کنیم به فرهنگمون. تو فرهنگ غنی ما همه اینها گفته شده. نه بر مرده بر زنده باید گریست. اون کسایی که الان زنده هستن تو اون مملکت مال شماست، مال منه. من همش به این آرزو زندم که یه روزی برگردم تو اون مملکت، اون خاک مملکت رو بوسه بزنم. آقا دارین، نگرش دارین اونطور که باید و شاید. اون کسایی که پدر مادر دارن، پدر مادرشون رو نگه دارن که مثل من بعداً افسوس نخورن که ای کاش برای پدرم این کار کرده بودم، ای کاش برای مادرم این کار کرده بودن. بکنین اگه میتونین. اگر نمیتونین کمک بگیرین. مادر شما نباید کوچکترین خدشه‌ای بهش وارد بشه. مادر عزیزه. من تا صبح میتونم بیام بشینم اینجا خلبانای نیروی هوایی رو دونه دونه براشون کتاب خاطره بگم. سپاسگزارتونم. قربونتون برم. سپاسگزار از شما.